از فضا که نگاه کنیم سیاره ما بیشتر اقیانوسه تا زمین. اما با اینکه آب 71% از سطح زمین رو تشکیل میده و آب به فراوانی همه جای زمین دیده میشه. تقریباً نصف جمعیت کره زمین حداقل 1 ماه در سال با مشکل کمبود منابع آب مواجه هستند. پیشبینی‌ها میگن تعداد این کشورها تا سال 2040 به 20 میرسه. آیا آب آشامیدنیمون داره تموم میشه؟ خب هم آره و هم نه. زمین چرخه طبیعی تولید آب رو برای خودش داره. از نظر علمی، آب آشامیدنی کره زمین به دلیل چرخه بارون نمیتونه تموم بشه. در واقع موضوع این نیست چقدر آب آشامیدنی وجود داره. سوال اینه که چقدرش در دسترس ماست. 90% از آب کره زمین شوره و به دلیل املاح زیاد برای انسان قابل آشامیدن نیست. 2/3 از آب آشامیدنی هم که به صورت یخ روی زمین وجود دارن، یعنی همون یخ‌های قطبی. نتیجه اینه که برای ما تنها 1% از همون مقدار آب کم در دسترسه. این منابع آبی هم که با سرعت خیلی زیاد در حال مصرف شدن و با سرعت کمی در حال تولید شدن به وسیله طبیعتن. تازه اینم در نظر بگیر که همین منابع کم هم به طور مساوی پخش نشدن. که یعنی یه جاهایی منابع آب بیش از اندازه است و یه جاهایی همیشه خشکسالیه. و میدونیم که انتقال آب از جایی به جای دیگه توی کره زمین هم به شدت زمانبر و هم به شدت گرونه. حتی در نقاطی که منابع آبی در دسترس هستند، انسان‌ها دارن آب رو زودتر از اینکه توسط طبیعت تولید بشه مصرف میکنن. این منابع آبی بیشتر به صورت سفره زیر زمینی هستند. از 37 سفره زیرزمینی در کره زمین 21 از اونها در حال اتمام هستند. پس میشه اینطور گفت که بله متاسفانه منابع آب آشامیدنی زمین در حال اتمامه و اگر همین الان براش تصمیم نگیریم و مدیریت مصرف رو شروع نکنیم، این کابوس به واقعیت تبدیل میشه.